سلام دوستان، امروز می‌خوایم درباره یک سوال مهم صحبت کنیم. چرا ایران با اینکه دارای 2/3 نفت جهان است، اقتصاد قوی ندارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به عوامل مختلفی نگاه کنیم که به وضعیت اقتصادی ایران تاثیر گذاشته‌اند. پس با ما همراه باشید. ایران یکی از کشورهایی است که دارای بزرگترین ذخایر نفت و گاز در جهان است. این کشور دارای 10% از ذخایر نفت و 15% از ذخایر گاز طبیعی جهان است. وجود این منابع عظیم ایران را به یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت تبدیل کرده است. نفت همیشه یک منبع درآمد اصلی برای ایران بوده است. در طول سالها صادرات نفت بیشترین سهم را در درآمدهای دولت و تأمین ارز کشور داشته است. درآمدهای نفتی بخش عمده‌ای از بودجه دولت را تشکیل می‌دهند و به تأمین نیازهای مالی کشور کمک می‌کنند. اما وابستگی بیش از حد به نفت مشکلات زیادی را به همراه داشته است. نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد. کاهش قیمت نفت باعث کاهش درآمدهای دولت و افزایش مشکلات اقتصادی می‌شود. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ایران با آن مواجه است، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی است. این تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور شده است. به دلیل محدودیت‌های تحریم، ایران قادر به فروش نفت خود به بسیاری از کشورهای جهان نیست و این مسئله تأثیر بسیار منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است. فساد و مدیریت نادرست نیز از عوامل مهمی هستند که باعث ضعف اقتصاد ایران شده‌اند. سوء استفاده از منابع نفتی و عدم شفافیت در مدیریت این منابع مشکلات بسیاری را به همراه داشته است. فساد در دستگاه‌های دولتی و خصوصی باعث کاهش کارایی و هدر رفت منابع شده است. یکی دیگر از مشکلات اساسی تمرکز بیش از حد بر نفت و عدم توسعه سایر بخش‌های اقتصادی است. اقتصاد ایران به شدت به نفت وابسته است و سایر بخش‌ها مانند صنعت، کشاورزی و خدمات به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند. این عدم تنوع اقتصادی باعث شده است که اقتصاد کشور در مواجهه با مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی آسیب‌پذیر باشد. داشتن برنامه‌ریزی بلند مدت اقتصادی نیز یکی از عوامل مهمی است که به ضعف اقتصاد ایران منجر شده است. برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و عدم وجود استراتژی‌های بلند مدت برای توسعه اقتصادی باعث شده است که ایران نتواند به طور مؤثری از منابع خود بهره برداری کند و اقتصاد پایداری داشته باشد. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نیز یکی دیگر از عواملی است که به ضعف اقتصادی ایران منجر شده است. تحریم‌ها و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کنند. این مسئله باعث کاهش ورود سرمایه به کشور و کاهش توسعه اقتصادی شده است. یکی دیگر از مشکلات اقتصادی ایران نرخ بالای بیکاری به ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه بسیار بالاست. عدم ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و کافی باعث شده است که بسیاری از جوانان ایرانی با مشکلات بیکاری داشتن درآمد مناسب مواجه باشند. تورم یکی دیگر از مشکلات اقتصادی ایران است که به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی باعث شده است که مردم نتوانند به خوبی نیازهای خود را تأمین کنند و سطح زندگی آنها کاهش یافته است. مشکلات زیربنایی و زیرساختی نیز از عواملی هستند که به ضعف اقتصاد ایران منجر شده اند. نبود زیرساخت‌های مناسب در بخش‌های حمل و نقل، آب و فاضلاب و سایر بخش‌ها باعث شده است که توسعه اقتصادی کشور با مشکلات جدی مواجه باشد. حالا سوال اینجاست: چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران وجود دارد؟ کاهش وابستگی به نفت، توسعه سایر بخش‌های اقتصادی، بهبود مدیریت منابع، مبارزه با فساد، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود زیرساخت‌ها از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کنند. مردم نیز نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارند. مشارکت فعال مردم در امور اقتصادی، افزایش سطح دانش و مهارت‌های کاری و همکاری با دولت و بخش خصوصی می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. با وجود تمامی مشکلات، ایران پتانسیل‌های بسیاری برای رشد و توسعه دارد.
با اعمال اصلاحات لازم و استفاده بهینه از منابع میتواند امیدوار بود که اقتصاد ایران در آینده بهبود یابد. ما باید با همت و تلاش به سوی آینده روشن‌تر و اقتصادی قوی‌تر حرکت کنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و هر نظری که داشتید میتونید داخل کامنت ها بنویسین و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه.